سلام بچه ها، امروز اومدیم 50 تا کلمه اعضای بدن رو با همدیگه راحت یاد بگیریم، با مثال، با تلفظ، با تصویر و با معنی. اگه دوست داری سابسکرایب کن، لایک هم یادت نره. و اگه دوست دارید کلمات رو خیلی راحت یاد بگیرید باید همه رو یه جا یاد بگیرید. مثلا اعضای بدن رو همه رو یه جا یاد بگیرید، اعضای لوازم خونه رو یه جا، اعضای لباس ها رو یه جا، همه چی رو باید کامل یاد بگیرید که از اون بتونید عبور کنید. و این نظر شخصی خودمه، چون من همیشه وقتی زبان میخوندم من اول از رنگ ها شروع کردم. اول رنگ ها رو کامل 0 تا 100شون و انگلیسیشون رو با معنی فارسیشون یاد گرفتم. بعد رفتم سراغ وسایل خونه، همه رو انگلیسیشون رو یاد گرفتم. و بعد رفتم سراغ لوازم خونه، سراغ لباس ها، اعضای بدن، نمیدونم وسیله‌ای که توی روزمره استفاده میشه و همینطوری تا آخر همه رو به ردیف خوندم و به نتیجه رسیدم. و شما اگه بخواین راحت زبان یاد بگیرید باید مرتب زبان یاد بگیرید و هر روز باید این کلمات رو تکرار کنید، حداقلش تا 15 روز. بعد روزی یک بار اینا رو تمرین کنید و یه بار تکرار کنید، چون اگه تکرار نکنی یادت میره. من تصمیم میکنم اگه تو امروز 1 ساعت بشینی این ویدیو رو نگاه کنی و همه اینها رو یاد بگیری، ولی بعد یه چند مدت دیگه بذاریش کنار، بعد مثلا 1 ماه بیای، بعد 2 ماه 3 ماه بیای بگی من که اینو خونده بودم چرا یادم نیست. خب باید تکرارش کنی، باید تکرار کنی که یاد بگیری، باید هر روز مرورش کنی. تو این 15 روز اینا رو حتما مرور کن، تکرار کن. بعد 15 روز خودتو بکشی هم این یادت نمیره. دارم واقعیت رو میگم، چون من خودم این کارو کردم. و اگه دوست داری راحت زبان یاد بگیری، من اینجا هر شب ویدیو میذارم. کانال رو سابسکرایب کن و اون زنگوله هم بزن و ازم حمایت کن. بریم سراغ ویدیو. head، شماره اول میشه head، یعنی چی؟ سر. مثلا my head hurts، سرم درد میکنه. my head hurts، سرم درد میکنه. شماره 2 hair، مو. hair، مو. she has long hair، she has long hair، اون موهای بلند داره. بخوای بگی که اون موهای کوتاه داره میگی she has short hair. face به معنی صورت. face، صورت. wash your face، صورتتو بشور. forehead، پیشانی. forehead، his forehead is hot، پیشانی او داغه. eyebrow، بچه این eyebrow رو eyebrow نخونید. من یه تایم خودم خیلی این اشتباه رو کردم و خیلی از دانش آموزا که این اشتباه رو من دیدم خیلی تکرار کردن و شما این اشتباه رو تکرار نکنید. و eyebrow اشتباهه. eyebrow. eyelash، نه. Her eyebrows are thick، ابروی اون پرپشته. Her eyebrows are thick. eyelash، موجه. eyelash، موجه. She has a long eyelash، اون موجه های بلندی داره. She has a long eyelashes. اگه بخوایم بگیم موجه ها، چون نمیتونی بگی موجه، یه دونه موجه. برای یه چشمو بگی باید حتما بگی که eyelash، موجه های بلندی داره. بچه همسایمون خیلی داره سر صدا میکنه و نمیذاره
راحت ویدیو ضبط کنم و من تقریبا 5 ساعت منتظرم که ویدیو ضبط کنم و سر صداشون نمیذاره و الان تصمیم گرفتم که ویدیو رو ضبط کنم. آی خود چشم میشه، چشم. I have blue eyes. من چشمهای آبی دارم. I have a blue eyes. بچه گلومم درد میکنه. Ear گوش. Ear گوش. My ear hurts. گوشم درد میکنه. My ear hurts. Noise بینی. Noise بینی. His nose is small. بینی او کوچکه. Cheek گونه. Cheek گونه. Her cheek are red. گونه های او قرمزه. Mouth بچه TH آخر یه کلمه بیاد صدای س میده. Mouth دهان. Open your mouth دهنتو باز کن. Lip لب. Lip لب. She has soft lips. Soft. Sorry. اون لبای نرمی داره. Tooth دندون. Brush your teeth every day. دندوناتو هر روز مسواک بزن. بچه tooth میشه یه دونه دندون ولی teeth میشه بیشتر از یه دونه که این یه گرامری داره که یه سری جملات زمانی که میخواد جمع بسته بشه تغییر شکل میده، یعنی بیقانون هستن که شما اینا رو باید حفظ کنید، دیگه هیچ راهی نداره. tongue بچه اینجا یو تلفظ نمیشه. tongue زبان. show me your tongue زبونتو نشون بده. chine گونه. چانه گونه میگم چانه. he has a small chine. جا فک. من تلفظ اینو انقدر که تکرار کردم، انقدر که گفتم، ولی بازم اشتباه تلفظ میکنم. تقصیر خودم هم نیست. بیا از این شماره 16 رد بشیم، اصلا به این نگاه نکنید، اینو برید یه جای دیگه یاد بگیرید. neck گردن. she has a long neck. اون گردن بلندی داره. shoulder شانه. he has a broad shoulder. اون شونه‌های پهنی داره. chest سینه. سینه. he has a strong chest. اون سینه قوی داره. bag پشت. he has a pain in his back. اون در پشتش درد داره، بیچاره. waist کمر. waist W اینجا تلفظ نمیشه. waist. she has a slim waist. اون کمر باریکه داره. belly شکم. شکم. my belly hurts. شکمم درد میکنه. arm بازو. he has strong arms. اون بازوی قوی داره. elbow orange. I hit my elbow. من آرنجم را ضربه زدم. forearm ساعد. he has a strong forearm. wrist مچ دست. my wrist is a little sore. مچ دستم کم درد میکنه. hand دست.
دست. Raise your hand. دستت رو بالا ببر. Palm. کف دست. Palm. کف دست. Write on your palm. آن روی کف دستت بنویس. Finger. انگشت. Finger. انگشت. Point with your finger. با انگشت اشاره کن. Thumb. شست. Thumb. شست. Give me a thumb up. به من یه شست بده. یه لایک بده. Index finger. انگشت اشاره. Point with your index finger. با انگشت اشاره کن. Middle finger. انگشت وسط. Middle finger. انگشت وسط. This is my middle finger. این انگشت وسط منه. Ring finger. Ring finger. انگشت حلقه. She wears ring on her ring finger. اون انگشتش رو در انگشت حلقه خود میپوشه. انگشتر خود را. Little finger. A little finger. انگشت کوچک. The little finger is the smallest. انگشت کوچک کوچکترین انگشته. Fingernail. ناخن. Fingernail. ناخن. Keep your fingernails clean. ناخن‌هایت را تمیز نگه دار. Lip. لگن. Lip. لگن. Her lips are white. لگن او پهن است. Leg. پا. Leg. پا. I hurt my leg. من پایم را آسیب زدم. Thigh. Thigh. اچه تلفظش تای میشه. Thigh. Run. My thighs are strong. ران من قوی هست. Knee. زانو. بچه دقت کنید که اینجا کی تلفظ نمیشه. نه زانو. بچه تا الان که من اینو آموزش دادم شما پشت سر من تکرار کردین یا نه؟ اگه میدونم تکرار نکردی ولی از این به بعد تکرار کن. چیزی هم نمونده. 10 تا کلمه دیگه مونده. همسایه‌مون خیلی سر صدا میکنه. He enjoyed his knee playing football. اون هنگام بازی فوتبال زانوی خود را آسیب زد. چرا اینجا همش آسیبه؟ Shine. ساق پا. Shine. ساق پا. The shine is on front of the lower leg. ساق پا در قسمت جلو پایین. پایین قرار داره. Calf. پشت ساق. Calf. پشت ساق. He has a strong pelvis. اون پشت ساق پای قوی داره. Ankle. مچ پا. Ankle. مچ پا. She twisted her ankle. اون مچ پایش رو پیچ خورد. Foot. پا. Foot. پا. کف پا. My foot is hurting. پایم درد میکند. بچه فود یه جمع از اون کلمات بیقاعده‌ای هستن که با تغییر شکل جمع میشه و بگی پاها میگی feet. Heel. پاشنه. Heel. پاشنه. My heel is sore. پاشنه پام درد میکنه. Sole. کف پا. Sole. کف پا. The sole of my foot is fit. کف پای من نرمه. Toy. انگشت پا. Toy. انگشت پا. I have 5 toys on each foot.
من در حرفا 5 انگشت دارم. نه، بقیه 6 تا دارم. بیگ توی 60 پا. بیگ توی 60 پا. I hurt my big toy. شکست پام را درد آوردم. Toenail ناخن پا. Her toenails are clean and short. ناخن پای اون تمیز و کوتاه است. پوست. She has a clear skin. اون پوست صافی داره. نه بابا، همش آرایش. Braid. He has a thick braid. بچه شما 50 تا کلمه اعضای بدن رو یاد گرفتید. تبریک میگم. حالا اگه دوست داری بقیه کلمات همینقدر راحت یاد بگیری، نظرت تو کامنت ها بنویس که ویدیوی بعدی راجع به کدوم از کلمه ها باشه. و ازت ممنونم که تا آخر این ویدیو نگاه کردی و چرا تا الان لایک نکردی من نمیدونم. و لایک کن و اگه دوست داری راحت زبان یاد بگیری سابسکرایب کن و بوس بهتون. خدا نگهدار تا ویدیوی بعد.